دوستان سلام، شب و روزتون بخیر و شادی. آقا تو این روزای سالمرگ خمینی دجال جونورای دلواپس و دلارام بدجوری به جون همدیگه افتادن. هر کی از راه میرسه یه گوشه از جنازه امامشو چنگ میزنه و میگه امام مال ما بود. مثلا بسیجی ها تو ورق پارشون زوزه های اخیر علیگدا رو چماق میکنن و میکوبننش تو ملاج باند کوسه. هشدار رهبر انقلاب: امام به مسئولان در خصوص خوی کاخنشینی و اشرافیگری و تجملگرایی هشدار میداد. امام به وعده های استکبار مطلقاً اعتماد نداشت. تیبیریشم رفته تو خط برنامه سازی واسه این که امامشو بزک و دوزک ضد استکباری بکنه و به باند کوسه بگه آقا امام کپن پاره اصلا دنبال زهرخوری حرفا نبود. نبود. یکی از رموز ماندگاری امام بعد از 26 سال رو میشه در راهنمودهای بروز خمینی کبیر جستجو کرد. سخنانی که همچنان راهگشای سیاسی اجتماعی برای هم است. اون خمینی دجال همون وقت که روی کار اومد مینیمم 1400 سال بود که تاریخ مصرفش گذشته بود. حالا ببینید نظام ولایت به چه فلاکتی افتاده که بعد 26 سال میخواد از اون امام فسیل راهنمودهای راهگشا بگیره. خب حالا بریم ببینیم راهنموداش چی بوده. دولت امریکا به ما چیز کرده بود که روابط ایران با امریکا یه قدری خطر میافتد. ای الهی که خطر میافتد. ما روابط با امریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. و توصیه جاودانه به مسئولان نظام باید چشمشون را باز بکنن که در دام نیفتن. امریکا دامش را الان پهن کرده است در تمام ایران. حیله های مختلف، همه باید توجه به این مسائل داشته باشیم. اینایی که تا اینجا شنیدی سهم دلواپسا از جنازه امامشون. حالا بشنوید از باند مقابل و اظهار لیای اکبر کوسه. بنای خشونت در انقلاب با نظر امام همه از امام مطابقت میکردیم، نبود جای انتقام هم نبود. کل نظام رو ببینید، این نظامی که امام طراحش بودند و امام فرمانده بودن این نظام رو شکل دادن، همه چیزش به مردم برمیگرده. آره، جلوی شاه امامت ضد خشونت بود، اما همین که به کرسی ولایت تکیه زد و اسمش شد شاه سلطان خمینی، بابای خشونت رو در آورد. حالا تازه این فقط بخشی از این حرفای اکبر کوسه است، بقیه‌شو دیگه تیوی ریش نشون نداده، اما ورق پاره های باند کوسه آمارشو دادن. رأیگیری اصل معتبری در حاکمیت دینی کشور اسلامی محسوب می شود. نظامی با این شکل من درآوردی نبود. بله، طبق معمول اکبر کوسه دنبال قاچاق خودشه. ریش امام گور به گوری رو میکشه تا النهایه برسه به رأی و رأی کشی و شاخ به شاخ شدن با علیگدا. حالا بشنوید از رابطه شیخ فری با امامش. روحانی: اعتدال و امید را از امام آموخته ایم. حقا که عجب امام شترگاه پلنگی داشتن اینا. اینقدر اون دجال لعنتی آسمون و ریسمون رو به هم بافت و ویراج داد و یکی به نعل و یکی به میخ زد که الان هر کدوم از خرمورهای نظام یه جمله‌ای، یه پرت و پلایی، چیزی از امامشون گیر میارن و چماقش میکنن تو سر اون یکی. علی گدا هم هر چی زور میزنه که از امامش خاطر بافی کنه، نه تنها به جایی نمیرسه، بلکه خود نوچه‌هاش قصه میخورن که چرا هیچکی تو حوزه ولی فقیهشون رو تحویل نمیگیره. سخنرانی 14 خرداد 94 خامنه‌ای را باید یک سند مهم تاریخی در قبال جریان تحریف و در دفاع از خمینی دانست. ای کاش می شد بنابر عرف حوزه‌های علمیه شخصیت‌ها و علمای بزرگی که ده‌ها سال شاگرد حضرت امام بودند به طور رسمی ذیل این سند مهم را مهر امضا کنند.
تا مردم با اطمینان و اعتماد بیشتر آن را بپذیرند. بله، خلاصه این که ریش خمینی دجال خیلی پوسیده تر از این حرف هست که باندای نظام ولایت بتونن ازش تناب وحدت درست کنن. آویزون شدن از جنازه خمینی جز این که همه سگ و سیله های این حکومت رو راهی جهنم کنه هیچ سود دیگه‌ای براشون نداره.